روز 23 اکتبر سال 2023 بیگ صبور سردار خدمات علاقه تاجیکستان در ملاقات با نمایندگان شرکت‌های موبیلی و پروایدرهای اینترنتی از مشکل دسترسی مردم به اینترنت و علاقه موبیلی اظهار نگرانی کرده است. بنا به گزارش رسمی از این جلسه که سامانه رسمی خدمات علاقه نشر کرد، برای معاین کردن منطقه‌های دسترسیشان به اینترنت ضعیف یک گروه کاری تشکیل شد و بیگ صبور به این گروه برای معاین کردن چنین منطقه و یک هفته وقت داد و خواستار باز هم ارزانتر کردن و بالا بردن صفت اینترنت و علاقه موبیلی برای ساکنان شده است. این در حالی است که 23 دکبر سال 2022 هنگام ارائه پیام سالانش پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان از خود بیگ صبور با یک لعن تند انتقاد کرده و به او برای تامین کشور با اینترنت ارزان و با سرعت وقت داده بود. بیگ صبور که 61 سال دارد و خودای پرزیدنت امامعلی رحمان هم است، از سال 2003 اینک 20 سال باز رهبری ساحه علاقه تاجیکستان را در دست دارد. منتقدان طرز رهبری او و تیمش را یک مانع عمده در روی رشد علاقه موبیلی و اینترنت در کشور می شمارند. بنا به اطلاع نشر شده در سامانه خدمات علاقه، در ملاقات بیگ صبور با پروایدرها مسائل مربوط به اجرای سفارش پرزیدنت امامعلی رحمان از 23 دکبر سال 2022 جهت بهتر نمودن صفت خدمت رسانی‌ها، پست کردن ارزش خدمت رسانی‌های علاقه موبیلی و اینترنت و دسترس گردانیدن اینترنت بلند سرعت در تمام منطقه کشور و اجرای فرمان پرزیدنت از 22 میون سال 2023 درباره تدبیرهای وسعت دادن حساب برابرکنی غیر نقدی مورد تعلیل و بررسی قرار گرفت. همچنین با مقصد معین نمودن تمام منطقه‌هایی که دسترسی به علاقه موبیلی و اینترنت در آن ضعیف می باشد، از حساب مسئولان خدمات علاقه، شرکت‌های موبیلی و ساختارهای دیگر گروه کاری تشکیل شد. گروه کاری وظیفه‌دار گردید که در دوام یک هفته حسابات مکمل به خدمات پیشنهاد شود. بیگ صبور از مسئولین خواسته است که پس از پورا معاین گردیدن این گونه منطقه‌ها، مشکلات علاقه موبیلی و اینترنت در کوتاه‌ترین مهلت برطرف شود. مسئله دیگر با فرا رسیدن فصل زمستان، تامین دائمی ایستگاه‌های موجوده علاقه موبیلی در تمام گوشه و کنار مملکت بود. طوری در وخوری ذکر گردید که در این زمینه از مشتریان عریضه و شکایت‌های زیاد میرسد. ساکنان از آن شکایت دارند که با برابر قطع شدن انتقال برق، موجگیرهای شرکت‌های موبیلی نیز از کار میبرایند و آنها نه فقط از اینترنت بلکه حتی از دسترسی به علاقه موبیلی محروم میشوند. در این مورد همکاری زیج با برق تاجیک ضرور دانسته شده، شرکت‌های موبیلی موظف شدند که تمام تلاش‌ها را به خرج دهند تا اهالی در فصل سرما نیز شبانه روز با علاقه موبیلی و اینترنت تامین باشد. در آخر بیگ صبور به مسئولین هدایت داده است که جهت رسیدگی به عرض و شکایت مشتریان علاقه موبیلی و کاربران اینترنتی از تمام گوشه و کنار کشور چاره‌های قطعی اندیشند.